من ماشینم رو فروختم، رفتم یه تعداد گوسفند خریدم، یه زمینی پدری داشتم اونو گرفتم دیوار کردم و با یه کارگر گوسفند داشتم. روزا با گوسفند میرفتم، صبح میرفتم بیرون میگشتم. خیلی‌ها میگفتن این دیوونه شده، این قهرمان بوده، سال قبل قهرمان جهان شد. منم کشتی محلی میگرفتم، کشتی محلی جایزش هم گوسفند بود. اونا رو هم میآوردم میذاشتم تو گله خودم. و یه روزی کارگرمو سگ گرفت. من کلی جریمه دادم واسه اون کارگر و کلی اذیت شدم. بعد من تمام گوسفندا رو فروختم تا اون قسمستا و بدهیا رو بدم. خیلی دلم شکسته بود. چرا باید این اتفاق برای من بیفته الان؟ تو این اینستاگرام یکی بهم پیام داد از هند، گفت میخوام برام مسابقه بدی. گفتم دیگه باد بریم. اگه اون کارگر رو سگ نمیگرفت من هیچ وقت اون گوسفندا رو ول نمی‌کردم، برم ادامه بدم دوباره. من کلا بیخیال شده بودم. بابت همه چیزایی که بهش رسیدم خدا رو شکر.